در قصر ورزشی مؤسسه دولتی مکتب ورزشی به نام رستم اماکیف ناحیه اسپیتامن مسابقه جمهوری اوید با اکروباتیک ورزشی جهش در بتود و راهچه اکروباتیکی بین نورسان و جوانان برگزار شد. در مراسم کشاده‌شوی چهاربینی ورزشی مذکور قید کرده شد که این نمود ورزش سال سال در کشور ما رشد و نمو یافته ایستاده است. فدراسیون اکروباتیک ورزشی کشور کوشش به خرج داده ایستاده است که این نمود را بیش از پیش رشد داده صف مشق‌ورزان را در تمام منطقه‌های کشور زیاد نماید. در مسابقه جمهوری اوید با اکروباتیک ورزشی نزدیک 150 نفر ورزشکار از شهر دوشنبه و ولایت‌های سوخت و ختلان اشتراک نموده ملکه مهارت خود را نشان دادند. من در این اکروباتیک 7 سال مشق میکنم. این نمود ورزش به من خیلی محبوب است. من کوشش میکنم در آینده بسیارتر مشق کنم، در مسابقه‌های جهانی اشتراک کرده پرچم تاجیکستان به بالا بردارم. این نمود ورزش به سلامتی آدم خیلی فایده دارد. اگر ما به این نمود مشق کنیم آینده سالم به پایان میرسیم. مورد با ذکر است که اکروباتیک ورزشی این زمان در شهر دوشنبه ولایت ختلان و ولایت سوخت معمول می باشد. در ولایت سوخت حالا اساساً در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی به نام رستم اماکیف ناحیه اسپیتامن این نمود فعالیت دارد. به نزدیک 40 نفر ورزشکار ولایت سوخت نمود مذکور را مربی پرتجربه سعادت حاجی‌متوه تمرین می‌دهد. نمود اکروباتیک ورزشی یکی از نمودهای محبوب ورزش بوده برای آب و تاب جسم و روح کودکان و نورسان و جوانان فایده زیاد دارد. اشتراکچیان مسابقه جمهوری در هیئت انفرادی و دستوی در نمودهای گوناگون این رشته ورزش ملکه مهارت خود را نشان دادند. از طرف حکمان با مهارت سنجی ورزشکاران بهاگذاری کرده شد و ورزشکاران بهترین مسابقه معین گردیدند. غالبان و جایزه‌داران این چهاربینی ورزشی جمهوری با مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی در فضای تنتنوی قدردانی کرده شدند.